دوستانی که با ورک پرمیت ایرانیان در حال حاضر در کانادا هستید و در صدد اقدام برای اقامت کانادا می باشید توجه کنید. بسیاری از افراد فکر می کنند که با دریافت ورک پرمیت ایرانیان و 1 سال کار می توانند سریع به PR برسند. باید این نکته را در نظر داشته باشید که اگر شما به مدت 1 سال در کانادا مشغول به کار باشید می توانید برای PR اپلای کنید، ولی اقدام برای اقامت به این معنی نیست که به سرعت کارت اقامت یا PR به شما تعلق می گیرد، بلکه این ممکن است یک پروسه 1 تا 2 ساله باشد. بنابراین در انتخاب کارت دقت کنید، به دلیل اینکه جهت اقدام برای اقامت کانادا باید از کارفرمای خود جاب آفر معتبر دریافت کنید و بعد از اپلای نیز تا زمان دریافت کارت اقامت که ممکن است 1 تا 2 سال طول بکشد باید با همان کارفرما و در همان موقعیت شغلی به کار خود ادامه بدهید. این به این معنی است که تا زمانی که کارت اقامت خود را دریافت نکرده اید نمی توانید مرتب تغییر شغل بدهید. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که مسیر PR خود را با درایت انتخاب کنید.